بعضی‌ها بعد از یه بحران بزرگ نه تنها نابود نمیشن، بلکه قوی‌تر، عمیق‌تر و حتی شادتر از قبل میشن. روانشناسا بهش میگن رشد پس از آسیب یا Post Traumatic Growth. برعکس PTSD که مغز رو میبره سمت انزوا، ترس و فلج روانی، رشد پس از آسیب به این معناست که فرد تو دل رنج معنا پیدا میکنه. تحقیقات نشون میدن که بعد از بحران‌هایی مثل جنگ، سرطان یا از دست دادن عزیز، بعضی افراد دچار این تغییرات میشن. درک عمیق‌تر از زندگی، ارزش گذاشتن بیشتر به رابطه‌ها، شجاعت درون، معنای تازه‌ای از وجود خودشون. این یه شعار انگیزشی نیست، کاملاً علمیه، اما شرط داره. شرطش اینه که فرد بتونه درباره یه اتفاق فکر کنه، معنا بسازه، حرف بزنه، درد رو انکار نکنه. رنج رو نمیشه پاک کرد، اما گاهی میشه از دلش شخصیت تازه‌ای ساخت.